اینجا یک خواهر اسلامی سوال کرده است. من از شهر دوشنبه هستم. 5 سال است که با شوهرم زندگی میکنم. من حامله دار شدم. شوهرم از من روی گردانید. میگوید که من از تو و فرزندت بیزارم. برو شوهر کن. من چیکار کنم استاد عزیز؟ خواهر عزیز، حقیقتا امروز زندگی های ما بسیار 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 ناسازی ها دارد. زندگی های ما بسیار از ناگواری ها زیاد شده است. یعنی زندگی ها از شیرینی های خودشان خواهرای عزیز خالی ماندن. من در بسیاری از صحبت هام اگر اهمیت داده باشین در گرد همین احترام زن یا در گرد احترام شوهر صحبت های بسیار زیادی دارم که من همیشه این چیزا پیوسته تکرار میکردم برای مردم که خیلی زیرا بسیار مهم است. ولی پیامبر نازنین میگو اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. پیامبر میگه در بین تمام جوانها، در بین تمام مردها، همان مردی را ایمانش کامل است که با خانومش، با زنش معامله خوب دارد، معامله زیبا دارد. خداوند در قرآن سوره نساء داره، میگه که و عاشرهن بالمعروف. شما وقتی زن که برای زندگی انتخاب کردین با اونها زندگی خوب کنین، با اونها مراسا کنین، اونها را دوست بدارین، اونها را احترام کنین، به قدر اونها برسین. برای همین خواهرای عزیز، اینجا ما دیگر از مقصد از مردها گیله کنیم میلش، لیکن تعلیمات دینی ما این نیست که اونها با شما این خیلی مراسا کنن که شما حامله دار شدین یا فرزنددار شدین، یا اگر مثال شما را جوابم که نتیه شما را همیشه حقارت کنن، شما را همیشه توهین کنن، شما را همیشه مقصد تماما به شما اهمیت نتیان، تامینات خانوادگی را به عهده نگیرن، با خاندانهای شما رفت و آمد نکنن. وقتی این چیزها را میبینین، این از همون خصلت‌های رذیله خود همین مردها هستند. اسلام دین خواهرای عزیز فرمودش این نیست. حتی پیامبر نازنین ما ببینین میگفت لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. میگفت که حتی اگر از همین زنها مبادا یگان ارکگی رخ داد، یک امر کردی و اجراش نکرد، شما در حال غضبناک نشین، زیرا کار دیگری زن با شما را راضی میگرداند. پیامبر نازنین من دائم در بین همین نکاح ها و در بین همین جوان ها میگم که وقتی شما دعوا میکنین که من امت محمد صلی الله علیه و سلم هستم، شما دعوا میکنین که من پیروی از پیغمبر نازنین دارم، شما دعوا میکنین که من مسلمانم، من یک مثال میزنم دائم برای اینها. در حدیث ها آمده است که حضرت عایشه مادرمون میگه وقتی که گوشت میخوردن، از همون استخوانی که میخوردن کمی از همون در زمین باقی میموند. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه همون استخوانی که نیم گوشت داشتن هم را میبرداشت، باقی همون نیمی که بود و یا تناول میکرد، در پهلوی عایشه نشستگی بود. آیا امروز برادرای عزیز شما از روی انصاف خطان گویید؟ اکثر مردها را میدانم در یک طبقه زن نشسته خورا خوردن برای خودش عیب نمیبینه، حتی یاد ندارد که با زنش در یک طبق نان خورده باشد یا در لب یک دسترخوان نشستگی باشد. برادرای عزیز، این کار شما خلاف کردار رسول اکرم صلی الله علیه. آیا پیامبر گرامی مقصد این معنای چی را داشت؟ آیا پیامبر گرسنه بود؟ نه، بلکه این معنای انمین آیت قرآن داشت که خدا گفتش حرمت کن، حضرت حرمت میکرد. شما بینید که میگد عایشه مادرمون میگد در بین میگد همین پیشی بری من میگه پیامبر میگه سرش میگذاشت و میگه قرآن میگرفت، قرآن تلاوت میکرد. و هر زمان مقصد میدرآمد خانه، پیش از مقصد اولید احوال عایشه را پرسیدن، اول چی سلامش میداد، مقصد با او صلوات، با او درود، با او رحمت میفرستاد، از حالش میپرسید. از این خاطر جوانای عزیز، برادرای خیلی مهربان،
شما از اینها، از این گفته های شریعت بان پیروی کنین. شما زنهاتون را حرمت کنین، به قدر زنهاتون رسین، زیرا پیامبر گرامی از تهدیدتون هم کرده، فراموش نکنین. پیامبر گفت اللهم اینی احرم حق. بین پیامبر چی میگد؟ میگد که من روز قیامت از پشت دو نفر مقصد پیش خدا شکایت میبرم. اینا کیا هن؟ یک تاش کسی که در دنیا حق یتیم خورده، دیمش کسی که حق زنش پایمال کرده است. پیامبر میگد من از پشت این دو نفر روز قیامت پیش خدا شکایت میبرم تا خداوند نفرهایی که حق یتیم میخورن یا نفرهایی که حق زن پایمال میکنن تا اینها را جزاشون تیاد. وای به حال آن نفرهایی که پیامبر از پشت اینها دعوا کند. به این خاطر خواهر عزیز، شما این روزها را صبر کنید، تحمل کنید و دعا کنید که خداوند این روزهای سخت از بالای شما دور کند. و به زنها هم خواهرای عزیز چی گفتنیم؟ ولی ببینید من چند مقاله ها نویساندم به خاطری که همین بعضی عدد طلاق که در ما زیاد است، اکوای تشویشش برای ما هم هست. ما هم خودمان در همینجا مسئول و گناهگار میشماریم که در همین کار اگر سهمان نگذاریم. از این لحاظ خواهرای عزیز، شما هم در نسبت احترام شوهراتون کم نیایین. شما هم مثال با زبانهای شیرینتان دل مردکاتون به دست بگیرید. حتی من خواهرای عزیز سخن از فردوسی در شاهنامه سرست میگد که چی خوشگو فردوسی پاک جان به شاهنامه اندر بیانی زنان. بهینی زن در جهان آن بود که پیوسته با شوی خندان بود. مگو این سخن را نه پا و سر است، حدیث و سخنهای پیغمبر است. فردوسی میگد میدانید که من کدام زن بهترین زن میگم؟ همان زنی که وقتی که شوهر دلش از او خرسند باشد، شوهر دلش از او راضی باشد، من این زن بهترین زن میشمارم. زین لحاظ خواهرای عزیز، شما هم ببینید عزیزای خدا میگه تاج بر سر میکند زن میکند، خاک بر سر میکند زن میکند. مردک آبرو تاج دارم تو میکنی، خاک بر سرشم تو میکنی. خواهرای عزیز، شما اگر چند قدر زندگیت مستحکم بداری، چقدر شوهرت احترام کنی، بین وای در پیش یا رفیقش، من بسیاری از مردها را میدانم که در پیش یا رفیقاشون تعریف از زنهاشون میکند، از همیشه زنگ میزند، از او طرف چی یک زبان شیرین قطعی لبای مقصد مردک جان، لبای جان شیرین، لبای دیگر گفته مقصد همون مردک لذت میبرد. تو در هر یک این جوابات و در هر معاملت خواهر عزیز تو چقدر ثواب زیاد میگیری. پیامبر نازنین میگد که زنهای عزیز، خواهرای عزیز چی میگد؟ پرنده ها در آسمان، ماهی ها در دریا، ملائکه ها در آسمان، مرچه ها در سوراخی های خود طلب مغفرت گناه تو میکنن زمانی که شوهر از تو راضی باشه. خواهر عزیز ایرا برگوش بگیر، چیزی میگم از کتاب خدا و رسول میگم، چیزی میگم برای مستحکمی زندگی تان میگم. ولی متاسفانه در همین جا برای زندگی های شیرین همین مردم تلخ کردن بین یک تأثیری نفر سیوم است. یعنی بسیاری وقت در زندگی دخترها و بچه ها پدر و مادرها می درویند. پدر و مادرها زندگی ها را تا جایی که خوب کنن نکنن، بسیار زندگی ها را تلخ میکنن، ترش میکنن، بسیار بیفهمی و بیعقلی میکنن. برای همین مادرها، خواهرها عزیز، برای شما مادرها، پدرها مراجعت میکنم در زندگی فرزنداتون دخالت نکنید. دخالت کنین، شما کلانترین، لیکن دخالتی خوب کنید. نگو که مقصد زن چیه که تو باید دوستش بداری. بین بچه تا نگو این سخنه، زن چیه که دوستش میداری. خب این قدر مرده تا در بالای زنت نپرتا. یا دیگر سخنها. همچنان مقصد زنها را هم هیچ وقت نصیحت های نادرست نکنید
که مقصد شوهرت به احترام که یا شوهرت سخت بگی یا مقصد شوهرت از پدر و مادرش مثال جدا کو یا دیگر پیشنهادایی که بسیار در همین منتالیتت تاجیکی ما موافق نمیاد، همین سببی ویرانی زندگی فرزنداتون خداتون میشه. برای از وقتش میگفتن اگر کسی یک خانه گنجشک ویران کند، او خانه دنیا و آخرتش ویران میشود. برای همین حرکت کنین، همیشه کوشش کنین. من یک قصه میگم در اینجا، بعد سوالی خواهرمون رو با همین تمام میکنم. میگه وقتی پیامبرمون خانه فاطمه دخترش آمد، محبوب ترین دختر پیامبرمون فاطمه بود در بین 4 دخترش. زیرا از سفر می اومد اول خانه فاطمه میدرومد، بعد مسجد اول خانه فاطمه. میگه می اومد از پیشانی از رخسارای فاطمه بوسه میکرد. یک روز آمد میگه که حضرت علی نیست. گفت در کجا هست؟ گفت علی. گفت کان بینی و بینه شیء، بین من و بین علی یک اندک یک معامله نادرست گذشت. چیکار کرد؟ گفت خارج شد از خانه. پیامبر دیگه از حال فاطمه نپرسید. دوید آمد که حضرت علی در درون مسجد بالای خاک در خوابه. گفت قوم یا ابو تراب، بخیز. ای کسی که در خاک آغشته ای، همون لقب ابو تراب از همین حضرت علی گرفت. میگه وقتی این سخن گفت، خیزان آوردش به خانه را. حضرت فاطمه دختر پیامبر وقتی حال پیغمبر دید، گفت پدر، گفت شما مقصد یک چیز فهمین. پیش از آنی که علی از خانه میرفت، من گردی او چرخ میزدم، من از او بخشش پرسیدم، این آدم با رضاگی دل از خانه بیرون شد. پیامبر گفت فاطمه، قسم به بزرگی خدا، اگر علی از تو نارضا باشد و تو در همین ساعت از دنیا بگذری، من پدری تو هم باشم، من پیغمبری آخر زمانم که باشم، من جنازه تو را نمیخوانم. این به تعلیمات پیامبرمان در باب زندگی. برای همین خواهرها و برادرای عزیز، شما زندگی هاتون در اهمیت. زندگی بازیچه نیست. خاک زندگی به پسی و به بلندی نمیشود، ولی حتما کلانترها با عقلها برای بهبودی، برای مستحکمی زندگی مقصد همیشه دستی یاری دراز کنید. اگر همینها جدا شوند، شما در همین جامعه خیانت کردگین. شما در زندگی اینها خیانت کردگین. شما قیامت و دنیاتون باور کنین، پدر و مادر شما از دست دادین. شما را اگر هر چیزی که گویند دیگر در نسبت شما